برای بچه‌ها خیلی خوش اومدید. من محمد هستم. بچه‌ها امروز اومدیم با پارت 2 بچه زرد، اما امروز یه مهمون ویژم بامونه سالار کریم داریم. خب بریم پارت 2 شو بریم بعد چیکار کنیم. پارت اولش که اگه ندیدید برید ببینید، خیلی پارت اولش بد بود و من قشنگ سکی رو ریدم به خودم. و دیدیم که در آخر اون بازی رفتیم توی یه بچه دیگه که اصلا مشکی بود و اصلا هیچی معلوم نبود. حالا بریم ادامه بازیش چی میشه. بچه احتمالاً این 3 پارت بشه، احتمالاً 3 پارت شه، یعنی به غیر از این پارت یه پارت دیگه بریم. خب چطوره؟ آقا جب نگیرتمون بریم. بذار من اینو بزنم بره قشنگ ببینید شما. خب بچه ها حالا یه لحظه اصلا کلا بازی دستم خورد و همه چیش به چون. خب بچه ها ما الان اومدیم و این اتاقک نمیدونم چرا انقدر خونه دیگه. آره دیگه خونه، نه کثیفه. خب بریم در رو باز کن. آخرین بار خونه شد انقدر پوسیده. چه صدایی کنم زیاد کنم بچه صدا عجیبی داره میاد. بچه تو ماشین داره این ویدیو رو ضبط میکنه. چی تو موزه بابا این خدا وکیلی خیلی صداش میکنه. بابا خب نکنید این کارو با من. این چیه؟ بابا این هی دستم میره رو تصویر. بذار این تصویر ببینم چیکار. بابا از کوچیک شد. بچه من اینو برمی‌دارم. هیچ دستم میره رو تصویر. خب بابا گرم میشه. خب نوشته که این دکمه رو بزنم. علامت بچه زرده که پشمو چیز کوچولو چیه یه دکمه رو کلیک کردم روش پشمو. و بچه ها خوبیه این بازی اینه که مثلا میتونید با دسته PS4 یا ایکس باکس هم بازی رو بازی کنید. خب بچه ها اصلا کلا یه لحظه همه چی به چخ رفت و درست شد. بذار من این دوربینم. خب سلام بچه ها، چطوری؟ چی شد؟ داره میتره. بابا این چه داره میتره که رسیدی؟ بله رسیدیم دست شما در. آقا من چرا اینو میار داداش این خراب شد که پی سی گرفت. از 12 تا 4 تاشو بده کنم بناس. خب بابا چرا اینجوری میشه؟ من میدونم. کلیدو بده من بیش شور بینزا. ای بابا کجا رفت بینزا؟ چرا غیب میشه این کوش؟ کجا رفت؟ اینجا بیشتر رو باز کن گرد. بابا چرا این فرار میکنه؟ بذار ببینم. دنبال یه چیزی باید بگردیم. فکر کنم که این چیه؟ بچه عکس نوت زده. حالا پشمان باید اینا رو چند تا مثلش باید پیدا. میشه فکر کنم اینم باید باشه. آره یه دونه برقه دیگه. این چیه؟ این نه این نمیشه. این نو نات کامل. ها فکر کنم اینه. آره دیگه خودشه دیگه.
نه درون نبند این چرا مثل سگ پرتاب شد؟ داشت من به تو که داری گریه میکنی اصلا اهمیت نمیده. بابا صفحه تاریک بزنم اینو بره یا نزنم؟ هیچی نمیتونم ببینم. بچه ها یه جای عجیب و غریب. هیچ شد. چی شد؟ باید سیدی عجیب زرده. بچه زرده اسمش دیگه کلا همه چیز زرده. بچه خدا لعنت کنه این بازی. خدا وکیلی 3 کیلو میرینم به خودم. چجوری باز داشت این چجوری باز میشه؟ خب بچه ها دوباره ترایی. خب من الان هیچی نمیتونم ببینم. این ور که اشتباه بعد از هم این ور بریم. اینا هم درست شد. گریه میکنی چه فرار میکنی؟ خب بچه ها بریم ادامه ویدیو. بزنم اینو. ناراحت نباش بیا. آهنگش باحاله. خب همونجوری رقصتو بکن تا من برم. بچه ها مپش نمیدونم یکم سخت بود برای کسایی که اولین بار بازی میکنن. سخته. برق نداره. ای بچه عکس خرگوش. چی؟ نمیدونم قفل بلش. و بچه اینجا چیز برقه برای آسانسور. اینجا صورتی اینجا. خب واسه حالا گفته یه صورتی هم باید پیدا کنیم. صورتی تو این که نیست. تو این هم نیست. تو اینه ایول. چی شد؟ بابا این همیشه تو کار من آشکاله. برو گم شو. گریه کن بدبخت. بابا نگیر اونو دیگه. چیه؟ کد داره. کدش حالا ما باید بگردیم پیدا کنیم. او 43 چند؟ 43 دیگه بقیه‌اش رو باید رندوم بریم. برو یه ساعت طول میکشه. 43 وایسا. چلوسه 17 بچه 17 بود. باید خدا حافظ ای دوست. خدا حافظ. بچه فرد چیست؟ چی؟ تو اون راه روی دیگه. داداش هنوز داره گریه میکنه. صداش داره میاد دیگه. فکر کنم الان امن و امان شده. ببین اصلا این چیزا برای من ایزی. اصلا هیچ گو خوردم. خیلی هم ترسا که من دارم میرینم به خودم. اینا چیه؟ چرا این شکلی آجی؟ با من میرینم خب به خودم که چه گوه میخوای با کاری کنم. بودو
یه چیزی ترکید نایی بکنه. بودو کلیده بکن توش الان میخورده درو باز کن بابا ریدم خودم خوش برو داخلش نه ولی خدایی ریدم خودم ترسناک بودم ایزی مانیه برام بابا این چیه خدا وکیلی به نازم بردم بچه ها بریم ادامه بازی او مای گاد دوباره این که اینجاست که همه آشپزخونه ها ماشاءالله شبیه آشپزخونه خودمونه خب بعد برم بهش از اینا بدم رید به خودش دوباره بابا چرا انقدر تو میری چوسیده به خودش بنازم یه اینجا بشیم بشیم چی بود؟ بچه ها بابا درشو کی قفل کرده بچه ها باید بریم یه ساعت من برم کلیدشو پیدا کنم و بیارم بسم شما اینو برم دارید باید همین کلید دیگه آره دیگه همین بنازم داداش بنازم چون دستم بنازم غیب شد ماجی اینجا چجوری داره شد داداش این دوباره همونجاست که بابا این دوباره همونجاست که حساب نیست ای آجی که برو کرد چه صدای چرت و پرت مزخرف خب بچه ها ای بابا فقط قرار اینه که فقط این هی ببری از اینجا والا اتاقش داشت این تخمه چشتو رو ببینم بنازم یه پایین بینم بچه این 100,000 پارت 3 میشه بابا چرا من هی دارم هم را بیره داره رو بقیده دیگه نندازش تو زخ صاف برو فاک چی شد؟ بکنم نباید تو تلویزیون بکنم چشم داده ازت بابا این چرا این بابا رینم خودمه نکن گیرو دیگه زمین هم نمیتونیم نگاه کنیم وای چرا سخت آجی مزخرفه فاک زهر مار فقط بدون اینکه به چیزی نگاه بکنم برم شد بابا این کلش تلویزیونی آقای شما مثل من کور میشه گم شد
هی باید برم درست بکنم. برو فاک باشه داره ساعت تموم میشه. چیه؟ غیب شد. بچه نمیدونم زهر ما بچه نمیدونم این داره غیب میشه چرا، ولی خب دیگه غیب داره میشه. باید بریم. بابا چرا این منو میترسونی؟ بچه نمیدونم بالا خب بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو با همراه بود. اگه دوست دارید بریم پارت 3 تو کامنت ها هم بنویسید، ویدیو لایک کنید، ویدیو به بالای 3000 تا برسونید. تا ویدیوی بعد بدرود.